اون مقداری که دستگاه‌های جبار دوران طاغوت برای دینزدایی در این منطقه و منطقه گیلان به کار بردن، در کمتر نقطه‌ای از نقاط دیگر ایران این سرمایه گذاری رو کردند. اما با همه اینها انسان مازندران را در دوران انقلاب یک پیشرو و پیشگام می‌بیند. این چه ایمانی است، این چه قدرت اخلاص و تدین است که از دلهای مردم سر می‌کشد و با وجود اون همه خرابکاری اینجور خود را سرباز دین نشان می‌دهد.